به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن. شایان مشروف هستم، کارشناس امنیت و تست نفوذ و امروز میخوام در رابطه با یه حمله صحبت بکنم به اسم ازر پروسی. میخوام ببینیم که این حمله چی هستش، چطور میتونیم اجراش بکنیم، چطور میتونیم انومریتش کنیم، چطور میتونیم اکسپلویتش کنیم، یه لابراتوار کوچیک در رابطه باهاش حل بکنیم و در کل ببینیم چی هستش. ازر پروسی یه جور حمله سطح شبکه‌ای اکتیو دایرکتوری هستش و از جزء دسته‌بندی حملات کربروس قرار میگیره. توی این حمله مهاجم یه بخشی از پیام آثنتیکیشن سرور رسپانس رو دریافت میکنه که جلوتر میگیم این پیام چی هستش. این پیام حاوی یه سری اطلاعات انکریپت شده هستش که داخلش هش انتیلم پسورد کاربر وجود داره. مهاجم میتونه این هش رو به صورت آفلاین خودش کرک بکنه و پسورد کاربر اکتیو دایرکتوری رو در بیاره. خب این حمله کی اتفاق میفته؟ در چه صورتی میتونیم این حمله رو اجرا بکنیم؟ این حمله در صورتی اتفاق میفته که فیچر کربروس پری آثنتیکیشن دیزیبلد برای کاربر فعال باشه. یعنی پری آثنتیکیشن برای کاربر به صورت دیزیبل قرار داده شده باشه. این پری آثنتیکیشن چی هستش؟ به چه دردی میخوره؟ الان میخوام در رابطه باش توضیح بدم. من این رو پینت باز کنم، یکم نقاشی بکشیم نشون بدیم که دقیقا چی هستش. و میریم اینجا یه نه اکتیو دایرکتوری میکشم. این مثلا فرضاً دی سی منه و یه دونه کلاینت داریم اینجا، اینم کلاینت من هستش و فیچر پری آثنتیکیشن براش فعال هستش، براش به صورت دیزیبل نیستش. الان اینجا براش به صورت اینیبل هستش. بذارید من نور پینت هم بیارم. اینجا براش به صورت اینیبل هستش. توی این حالت چه اتفاق میفته؟ برای اینکه کلاینت من بتونه از منابع دامین کنترلر استفاده کنه، بتونه با دامین کنترلر ارتباط برقرار بکنه، باید یه پروسه احراز هویت کربروس رو از سمت کلاینت به سمت سرور شروع بکنه. توی مرحله اول کلاینت به سمت سرور یه پیام میفرسته به اسم Authentication Server Request که من اینجا الان مینویسم. پس Authentication Server Request یا از رک. کلاینت اول به سمت دامین کنترلر یه دونه پیام Authentication Server Request ارسال میکنه. این پیام یه تایم استمپ داخل خودش داره که به صورت اینکریپت شده هستش. رمز عبور هش شده کاربر هم داخلش وجود داره. حالا اگه دامین کنترلر بتونه اون مقدار اینکریپت شده تایم استمپ رو داخل رکورد خودش با مقدار هش این پیام تطبیق بده، مقایسهش بکنه و تطبیقش بده، از سمت دیسی به سمت کلاینت یه پیام ارسال میشه به اسم Authentication Server Response یا از رپ. Authentication Server Response یا از رپ. مثلا حملمون رو از رپ روستینگ بودش دیگه، برای زمانی بودش که از این پیام بتونیم استفاده کنیم که میرسیم بهش. پس یا من مرور بکنم. برای اینکه کلاینت بتونه از منابع دیسی استفاده بکنه باید احراز هویت کربروس رو شروع بکنه. اول از همه یه دونه ازرک از سمت کلاینت به سمت دیسی ارسال میشه که حاوی یه تایم استمپی هستش. در صورتی که دامین کنترلر بتونه تایم استمپ رکورد خودش رو با هش این پیام مقایسه بکنه، تطبیق بده، به سمت کلاینت یه دونه پیام میفرسته به اسم Authentication Server Response یا ازرک. این در صورتی هستش که پری آثنتیکیشن برای کلاینت فعال باشه. حالا اگه پری آثنتیکیشن برای کلاینت ما فعال نباشه چه اتفاقی میفته؟ فرض بگیریم که اصلا این پری آثنتیکیشن برای کلاینت ما وجود نداره، دیزیبل هستش. اینجا دیگه کلاینت من اصلا وجود نداره، اینجا دیگه اتکر میاد وسط و اصلا این فرآیندها به این صورت دیگه وجود نداره. اگه این پری آثنتیکیشن غیر فعال باشه، مهاجم میتونه درخواست دریافت آثنتیکیشن کردنشال رو برای هر کاربر سطح شبکه ارسال بکنه. یه نیازی به این اصلا نیستش. ایزه بدیم، ما بیم اینجا این اصلا بزنم بره.
واژه میتونه درخواست دریافت اتنتیکیشن کردنشال به هر کاربر سطح شبکه ارسال بکنه و پیام از رپ رو از سمت سرور دریافت بکنه که حاوی هش رمز عبور کاربر هستش. با این کار اتکر میتونه همونطور که گفتم این هش رو در اختیار داشته باشه، به صورت آفلاین کرکش بکنه و رمز عبور کلاینت، رمز عبور اولا اون دامین یوزر رو داشته باشه. اجرای حمله به دو صورت قابل انجامه که شما میتونی یوزرنیم پسورد نداشته باشی، یعنی یوزرنیم پسورد سطح دامین نداشته باشی، ترافیک بین کلاینت و دامین کنترلر رو اسنیف بکنی، حالا اون پیام هایی که داره رد و بدل میشن رو بخونی و از این طریق بتونی هش رمز عبور کاربر رو دریافت بکنی. یا شما یوزرنیم پسورد یه دونه دامین یوزر توی سطح دامین کنترلر رو داری و از این طریق میتونی یه سری کوئری های LDAP به سمت دامین کنترلر ارسال بکنی و پیام از رپ رو از این طریق دریافت بکنی. اینجوری هش رمز عبور کاربر هم میتونی داشته باشین و به صورت آفلاین کرکش کنین. خب اجرای حمله چطور هستش؟ من قبلش بیام داخل دامین کنترلرم یه دونه یوزر بسازم، یه دونه کلم. داخل دامین کنترلر میخوام الان چند تا یوزر بسازیم. یه دونه یوزر سطح بالا برای یوزر برای دسترسی خودم هستش، فرضاً یوزر رو من مثلا در اختیار دارم. میریم اینجا داخل اکتیو دایرکتوری یوزرز اند کامپیوترز، داخل بخش یوزرش یعنی یوزر میسازم برای خودم. فرض کنیم من یوزر رو توی سطح دامین کنترلر تونستم دریافت کنم. نکست، برای شین پسورد در نظر میگیرم. زیرین درسته نکست، برای شین پسورد در نظر میگیرم و میگم پسورد نور اکسپایر. نکست فینیش. این کاربر من هستش. من سطح دسترسیشم فعلا نمیبرم بالا چون من کار داریم با این قضیه. یه سناریوی دیگه هم میخوام بگم. یه کاربری میسازم به اسم تست صرف 1 برای شیرین پسورد در نظر میگیرم. این کاربر من با پسوردش. یه کاربر دیگه هم میسازم به اسم تست صرف 2 نکست، براش پسورد میذارم. پسوردش رو بهش دوباره میدم، میگم پسورد نور اکسپایر و فینیش. 3 تا کاربر دارم اینجا. فرضاً من این کاربر رو تونستم از اکتیو دایرکتوری داشته باشم و میخوام این 2 تا کاربر رو انومریت کنم. میام اینجا داخل اکانت، توی این بخش اکانت آپشنز میام پایین، میبینی do not require Kerberos pre-authentication. همین بحثی هستش که اینجا گفتیم Kerberos pre-authentication disabled. اونی که میگیم این فیچر هستش، نیازی به Kerberos pre-authentication نداشته باشه. این فیچر رو من واسش فعال میکنم، اپلای میکنم. اوکی. یعنی الان کاربر صرفی که من کاربر آسیب پذیرم هستش. کاربر تست صرف 2 میام پایین، ببینید این قابلیت رو نداره. خب کاربر آسیب پذیرم کاربر تست صرف 1 هست. یعنی کاربرم من دارم دامین یوزر به این اسم، میام این طرف سناریوی حمله الان میخوام اجرا بکنم. قبلا داخل کانال یه ابزار معرفی کرده بودم به اسم بلادی ایدی که گفته بودم برای کوئری زدن به سمت سرویس LDAP هستش. میتونیم باهاش کارهای جالبی انجام بدیم. میتونید این ابزار رو نصب بکنید. بخش ویکی داره خودش و از طریق ویکی یعنی اینستالیشن پیج داره. شما میتونید بیاید اینجا و مراحل اینستالیشنش رو انجام بدین. من خودم اینجوری نصبش کردم، با پیپ تونستم نصبش بکنم. شاید شما بتونید با گیسکلون نصبش بکنید. من اینو میبندم، میام اینجا اینو بازش میکنم. میخوایم الان با استفاده از این ابزار، با استفاده از ابزار بلادی ایدی انومریت کنیم، ببینیم که چه کاربرهایی توی سطح اکتیو دایرکتوریمون این آسیب پذیری رو دارن. من میگم بلادی ایدی که ببینیم اول اصلا حذف شده یا نه. بلادی ایدی سینتکسش اینجوریه.
من برای اینکه بتونم انریت کنم میام این دستور رو میزنم، این دستور ریلی بیارم بالا، یه خوردم زوم کنم، امیدوارم واضح باشه داخل ویدیو. خب من این دستور میزنم، یه یوزرنیم براش تعریف میکنم، پسورد بهش میدم. این یوزرنیم هستش که مثلا تونستیم داشته باشیم مثلا ترتیب دارید. دامین رو بهش میدم و هاستم رو براش تعریف میکنم، میگم هاست این طرف الان آی پیش 10.1.10.1.1 هستش و میام براش این کویری رو در نظر میگیرم که بیاد این کویری LDAP رو بزنه و ببینه که چه کاربرهایی فیچر پرستیکیشنشون به صورت دیزیبل هستش. یه نکته وجود داره، من الان اینجا اینو بزنم اجرا میشه. بدین فکر میکنم یه مشکلی وجود داره، اجازه بدین من یه بار سینتکس دستور درستش رو بیارم این طرف و با هم دیگه ببینیمش. چون سینتکس دستور درست بود، من فقط پسورد رو اشتباه زده بودم داخل کامند قبلی. من اینو اینتر میزنم، همونطور که میبینین برای من الان آورد گفتش که کاربر تست یک اکتیو دایرکتوری با این کامند نیم تست صرف یک دامین کنترلرش اسنا، دامین کنترلرش لوکال دارای این آسیب پذیر هستش. شاید این لابراتوار رو بخواین توی لوکال خودتون بالا بیارین، اول از همه به این مشکل بخورین. ازدی من بیام داخل من اینجا اومدم آدرس آی پی سرورم قرار دادم. من الان یه بار دیگه این دستور بزنم به من خطا میده، اصلا حالا الان کشش کرده ولی در کل به من خطا میده در صورتی که اینجا نباشه. اگه بهتون خطا داد بیاین اینجا داخل اتی هاستتون، مثل من اینجا بیاین آدرس سرور رو بدین و بعد این چیز رو براش تعریف کنین، دامین نیمش رو براش تعریف کنین. اینجوری دیگه به مشکل دی ان اسی نمیخورین، چون بعضی از مواقع وقتی این مقدار وجود داشته باشه خطای دی ان اس به شما میده اینجا، ولی الان ندارش، اوکی بود. پس شما با این دستور میتونید انریت کنید ببینید چه کاربری توی سطح شبکه‌تون مشکل داره. خب من الان فهمیدم کاربر تست یک هم مشکل داره. خب میخوام الان به سمت دامین کنترلرم یه درخواستی بفرستم که اون پیام از رپ رو دریافت کنم. میام از ابزاری استفاده میکنم به اسم get np user. جز ابزارهای سری این پاکت هستش. این پاکت ماژول این پاکت یکی از ماژولهای خیلی کاربردی هستن برای اتک. من میام اینجا میگم np get np user. من فقط پسوردم یه باری درست بکنم که واسه سری قبل اشتباه نشه. کیوی کوچیک کیوی بزرگ. اوکی. میگم get npuser.py اسم دامین رو بهش میدم. اینجا میگم یوزرنیم رو تعریف میکنم، پسورد رو بهش میدم، میگم یه ریکوست بزن برای من، فرمتش به صورت هشکت باشه و اسمش رو بذار hashes.asrepost. اسمش رو حالا عوض میکنم، میگم hash.asrepost. اینتر میکنم و همونطور که میبینین برای من هش پسورد کاربر رو کشید بیرون. هش پسورد تست صرفی که منو کشیده بیرون. این از این ما الان تونستیم هش پسورد رو داشته باشیم. خب من الان چطور میتونم هش این پسوردم رو کرک بکنم؟ اول از همه نیاز دارم به یه دونه ورد لیست. میام اینجا یه دونه ورد لیست براش تعریف میکنم، مثلا 456 یه کوچیک تی بزرگ 456 تی کوچیک تی بزرگ 456 حالا به این صورت اینا رو قرار میدم. میام از ابزار جان استفاده میکنم، میام میگم جان داش ورد لیست
میام از پسورد، از این پسورد لیست استفاده بکن و فایل هشی که بهت میدم hashes2.azreprost باشه. میام اینجا اینتر میزنم و همونطور که میبینین هش پسورد کاربر منو کرک کرد و تونست پسورد کاربر من رو داشته باشه. بکشتش بیرون. این پسورد کاربر من الان هستش. خب این الان هش پسورد کاربر من هستش و میتونم الان از این طریق لاگین بکنم، فرآیند اتک های دیگر رو انجام بدم باهاش. یه نکته رو میخوام الان بهتون بگم. من بیام این طرف ببینید کاربر صرف دوی من اینجا تو بخش اکانتش یه بار نشون دادم. این فیچر براش خیلی فعال بود. درست؟ هنوزم خیلی فعال دیگه. اوکی. یعنی الان کاربر آسیب پذیر من نیستش. در صورتی که شما یه کاربر سطح بالا داشته باشید، یعنی یه کاربر سطح بالا رو تونسته باشین بهش دسترسی داشته باشین، میتونید بیاین این قابلیت رو برای هر کاربری که بخواین خودتون فعال بکنید به کمک همون ابزار بلدی. من میام سطح دستی کاربر خودم یه مقدار میارم بالاتر، مثلا خودم میکنم دامین ادمین. شما فرض کنید مثلا کاربر دامین ادمین زدی، میخوام هش پسوردی یه کاربر دیگه رو دست بگیرم. اوکی، من میام این طرف با اینا کاری نداریم. من میام اینجا کاری که میخوام انجام بدم، الان میخوام این پری اتنتیکیشن دیزیبل رو برای یه کاربری فورس بکنم. میام میگم bloody AD خیلی ابزار کاربردی هستش، پیشنهاد میکنم حتما باهاش کار بکنید، خیلی به دردتون میخوره. میام پسوردم رو بهش میدم، میگم 26 و دومینم رو براش تعریف میکنم، میگم اسم.local. دوباره هاستم رو بهش میدم، میگم همون 10.1.1.1. آخرش فرق داره، میام میگم add uac-f don't wreck preos. درست؟ آخرش هم میام کاربرم رو میزنم، مثلا من کاربر تست صفر دو رو میخوام این کار رو باش انجام بدم. همیشه شوکیه، من میخوام تست صفر دو این فیچر پری اتنتیکیشنش دیزیبل بشه. اینتر میکنم، ببینید کارش انجام میگه property flag added to تست صفر دو. اوکی، میام این طرف تست صفر دو چک میکنم، میام پایین، میبینید این فیچر رو براش اینیبل کرد. دیزیبل بود قبلا. یه تست هم از همین ور بگیریم، میام دوباره همین دستور رو میزنم که یه انومریت بکنه، یعنی تست صفر دو هم برای من آوردش. اوکی، من دوباره میتونم همین دستور رو بزنم، این دستور میزنمش هش3 همه رو دوباره واسه من بکشه بیرون، یعنی تست صفری کشید بیرون، تست صفر رو دوباره برای من کشیدش بیرون. حالا مثلا تست صفر دو هم میخوام کرک بکنم، کپی میکنم، دوباره نانو که دیگه نمیخواد، میام اینجا میگم هش3 منو برای من کرکش کن، یعنی پسورد تست دوی منم کشیدش بیرون. پس شما اگه اون فیچر کربرز پری اتنتیکیشن براش اگه فعالم نباشه، اون پری اتنتیکیشن دیزیبل براش فعالم نباشه، شما میتونی با این دستور براش فعالش کنی با کمک ابزار بلدی. خب امیدوارم آموزش امروز براتون کاربردی بوده باشه. حتما نظرتون رو برام بنویسین، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بازم میگم نظرتون رو بنویسین، ببینیم چه فیدبکی از این ویدیو گرفتین، خوشتون اومد، چطور بود به نظرتون، فکر کنم خرابکاری کردم. اوکی، من اینو بدم بالا اصلا دیگه کاری بیشتر نداشته باشم، اینو ببندم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا نگاه کردین. خدا نگهدار.